کلاسای عملیمون حضوری شد. امروز بعد 4 ماه فکر کنم اومدم دانشگاه. خیلی حس عجیبی اصلا یادم رفت چیکار می‌کردم. اینم قیافه منه بعد 2 تا کلاس. خیلی سخت بود، خیلی خسته شدم. یه نوع ندارم، میخوام بخوابم. تو ویدیو دیدید دیگه، من دیروز بعد 4 ماه رفتم دانشگاه و خب خیلی افت فشار شدید داشتم. نمیدونم، فکر میکنم به خاطر هوای توی آزمایشگاه بود. میگم از هوا بود یا گرمازده شدم. بعد امروزم اومدم که برم، الان فکر کنم 8:09 دیگه. خب میدونی دیگه کلاس عملی رو دل بخوای حضوری کردم. من دیروز رفتم، امروزم می‌خواستم برم دیگه، سر یه دونه کلاس نرفتم. یعنی گفتم که مثلا حالش ندارم این همه راهو برم به خاطر یک کلاس رو برگردم دیگه. امروز نرفتم، آنلاین شرکت میکنم. همین فردا رو احتمالاً میرم. باز فردا یه کلاسش تشکیل میشه ولی اون مثلا گفته من میام و اینا دیگه مهمه، آنلاین نداره، اون مجبورم برم. بدبختی گیر کردیم. هلو، من باشگاه بودم، اومدم یه چی خوردم، رفتم همون. الان میخوام برم یه سر بیرون، ساعت 8 و ایناست. میخوام برم بیرون یه چیزی بخورم، یعنی شام، برگردم. فردا احتمالاً میرم دانشگاه، احتمال که 100%. یه دونه کلاس دارم، یه کلاس هم 9:40، یکی دیگه هم دارم 11:20، ولی فکر کنم اون حضوری تشکیل نمیده دیگه. برمیگردم خانه. اگه جایی رفتم چیز باحالی دیدم حتما فیلم میگم، ولی فکر می‌کنم چیز خاصی نبوده. اینو می‌خواستم بگم که انا من چند وقت، من همینجوری تازه شروع کرده بودم ویدیو بذارم، تازه که یعنی مثلا داشتم حالا میگرفتم پشت هم و اینا. بعد این آخرا دیگه 2 تا ویدیو گرفته بودم، اونا رو گذاشتم بلاک شد. نمیدونم هر چی صداشم تنظیم کردم اوکی کردم، مثلا موزیک نداشت. نمیدونم چرا انقدر کپی رایت میخوره، نمیدونم مشکل چیه. کسی مثلا ساجست میره مثلا اونو میزنه اینجوری میکنه که من دیده نشم و اینا، واقعا نمیدونم. ولی آره 2 تا من ویدیو دیگه هم گرفتم، یعنی اینجوری نبود که اصلا کم فعالیت می‌خواستم بکنم، اینجوری نبود. بعد دیگه خورد به این داستانا و اینا دیگه، من هیچی نداشتم، یعنی تو پیج خودم هیچی نداشتم، یعنی از همون موقع دیگه تعطیل. تازه مثلا یه چیزی میگیرم، مثلا یه هفته است این مدلی، وگرنه اصلا تا قبلش اصلا هیچی نمیگرفتم. آخه ببین اتفاق خاصی هم نمیافتاد، همین مثلا خونه بودم، کلاسای آنلاین، باشگاه، هفته یه بار حالا یه برم یه دوری بزنم، حالا هوا از چای قهوه بخورم، همین. یعنی کار آنچنانی انجام نمیدادم مثلا بگم ولاگ هفتگی دارم میگیرم و اینا، اصلا اینجوری نبود. خلاصه که دیگه حالا یه ذره بگیریم ویدیو ببینیم چی میشه. رنگ کنم آدو، رنگش میره آدو. من صبح بیدارم، 2 تا امتحان دارم. مثلا 2 روزی که تیره، شب تولدم میخوام برم فردا، چون 3 تا امتحان دارم نمیتونم برم بیرون. اینجا من به بدلیجات حساسیت دارم، ولی گرمنده انداخته بودم که بهم حساسیت داد، یعنی نمیداد. بعد چند وقت دوباره حساسیت داد، نمیدونم چرا اینجوری شد. آره شب تولدم امشب میریم بیرون، بهتون نشون میدم. خب من قبل رفتن یه 4 تا گزارش کار داشتم، اونا رو نوشتم دیگه، کاری ندارم. میخوام برم دیگه کم کم حاضر شم که شب رو بریم. هلو، خب من دارم آرایش میکنم برای تولد. فکر میکنید که چرا موهامو شبیه آنشالی بستم؟ چون که میخواستم موهام صافه، میخواستم یه ذره فرشه. از همون اومدم بستمش که یه ذره فر بشه. دیگه داریم میریم کم کم، کیکو بگیریم، گلو بگیریم اینا، و دیگه بریم مستقرش. کجا بردی؟ من خودم آدمیم که هر سال مثلا تولد میگرفتم. حالا همیشه اون تولدم خیلی دوست نداشتم، ولی نمیدونم امسالم یه ذره میتونم بگم که حس خوبی دارم. در میام تو 22. خیلی عجیبه، بزن عجیبه. اگه فکر میکنی یه سری چیزا که خیلی عقبی، اما منم که فکر میکنی که واسه یه سری کارا وقت هست. حالا سن عجیبه دیگه، سنی که آدم دیگه کم کم باید هدف‌ها رو مشخص کرد دیگه، نباید دیگه ول بپلیک. من خودم آدمیم که مثلا
البته دوستان مثلا بشه دوستایی که خب باشون رابطه اوکی دارم همیشه سعی میکنم که چون خودم همچین چیزا رو دوست دارم من همیشه همین کارا میکنم. مثلا دوستم چه میدونم به طرف کادو به عنوان کادو پول بدم، اگه پول ندم گل بدم، گل بزرگ مثلا باکس اینا، مثلا چه میدونم نخوام بگیرم چیز مینیمال یا عطر. دقیقاً دوستم که اونا هم همین کارو من بکنن. یعنی یکی برای من اگه مثلا ورد تیشرت بیاره، تیشرت حالا ماگ مخصوصا تولدهای قدیمم یکی برای من لیوان می آورد، چه میدونم تیشرت می آورد، خیلی بدم میومد. کتاب من بخوام کتاب بخونم خودم میخرم، تو برای چی کادوی تولد برای من کتاب میاری؟ این دیگه واقعا خیلی بده، واقعا نمیدونم چی بگم. اگه این ویدیو داره میبینه به نظرم امیدوارم که اون طرز چیزتو عوض کرده باشی، یاد بگیری که برای تولد مردم کتاب نمیری. واقعا من خلاصه مثلا بدم میاد که تیشرت مثلا کادو بده، چون تیشرت چیزیه که سلیقه‌ایه، مثلا تو یهو سایز طرفو نمیدونی دیگه، مثلا چرت و پرت میگیری، من دوست نداره، خیلی بد میشه. در کن گل خیلی دوست دارم، مثلا اینکه من هیچی نداره مثلا گل بهم خیلی دوست دارم. میخوام بپوشم گریه کردم چشام خوشگل شد. چون اومدیم حیات سوشی بود. چقدر بود؟ اکونو سایو یابای. اولین غذامون اومد پیش غذای بچه ها. پیتزا اومد. معکوس رو شروع میکنیم. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تولدت مبارک. مرسی، ممنون، تشکر. من جاگینگمونی آقاییه. خیلی کیکم خوشگله اما متاسفانه اچ پی دیش خورده به جعبش. 1 2 3. مبارک، عمر با عزت داشته باشی عزیز دلم. بچه‌ها ما دیگه داریم میریم خونه، چایمون خوردیم. من فردا 3 تا امتحان دارم، 3 تا. در همین سبب تولدم اومدم بیرون، وگرنه فردا می‌برم. کردم امروز پا داشتم، 2 ساعت شد صرف کردم. الان میخوام برم دوچرخه. ما باشگاه اومدیم، بدم از خودم تخم مرغ و بیکن اینا بذارم. بیکنی میخوام تف بدم با نونم و دیگه روشم که تخم مرغ کنم. خب اینم وعده بعد تمرین من، بیکن، نون پروتئینی ما یکم تفت دادم که توست بشه. اینم پنیر کاتج. خب آقا من هنوز نرفتم همین، نمیدونم مشخصه از چیز مهم که اینجوری انگار رفتم همین. من میخوام یه میانبده حالا دسر پروتئینی درست کنم که سالم. یه مقدار شکلات تلخ 6 تا میذارمش رو شعله پتری که آب بشه. برو چی میگی؟ برو. من بهتون نشون میدم خیلی راحته. مثلا میانبده هایی که در حالت
شیرین داشته باشن و اینا شما برنامه ریزه خالی کنید یا حلوله بخورید. اینا میشن جایگزین اونا. کریم باز میزنم من معمولا اینی که درش آبیه میذارمش روی کتری آب شه. آب که شد نشونتون میدم. این شکلی دیگه. من میرم سراغ چیزی که باید درست کنم. اول که میذارم روی یک شو بذارم. اینو برمی‌داریم میمالیم بهش. خب اینو ما اینجوری چند تا تیکش میکنم. این رول. اینو حالا رولش میکنم. میخوری؟ بخور. رول من نگاه میکنه. این همه غذا خورد. ناگت خوردی نهار. اینم میخوای؟ چون این داغ شد. بذارین نشونتون بدم. بخارش معلومه؟ داغه. میره فریزر مدت نمیدونم. خب من از همون اومدم. همون خوش کردم. خوش که اونجوری هم نکردم ولی دیگه خوش کردم. من اینو خریدم که این لوسیاناس نوشته آبرسان هم هست. بعد پوش 48 ساعت هست و میام مثلا میزنم بدنم میام بیرون از همون گرفتم بد نیست. اینم آبرسانه. تعریفشو تو اینستا شنیده بودم قیمتش هم مناسب. یه بریم میذاره بشینیم میذاره گزارش کارمونو انجام بدم. انقدر گزارش کار دارم مثلا مغزم دیگه ارور داده مثلا کی باید چیکار کنم. بخت من دانشگاه نرین. حالا یه چیزی هم بگم این مثلا مورد علاقه اتاقم اینه و مبلم و تلویزیونم ولی اولیش اینه. خیلی دوست دارم میزنم این قجه جوره. من قبلا داشتم از این استندا بذارم اینا ولی دیدم این شکل خیلی قشنگ‌تره دیگه نمیدونم دوست دارم این شکلی. خب من فریزر آوردم سفت شده فکر کنم یه ساعت مون دیگه. خدا خوب شده. نه یه ذره بعد یخش باز شد. حتما درست کنید. این کار دندونم تموم شد. بچه‌ها مامانم برام کافه گلاسه خرید. مال خودش. بابا رژیمو شکستم. I've never heard a voice quite like yours. You saying that song better than Smokey himself. Really? It's special. You have something to say. That's rare, Michael. بچه ثانیه ما داریم میریم بیرون ولی نمیدونم هنوز کجا یعنی همینجوری داریم میریم بیرون دیگه. مثلا چون جمعه خونه نمیمونیم ما همینجوری میریم مثلا این برنامه چیه مثلا اگه جایی بود میریم که حالا چیز خوب بود جای خوب بود بهتون نشون میدم. آرایش میکنم که دیگه تمام میشه دیگه. تیشرتم هم که اینه میخوام تیشرت بپوشم میخوام بریم فعلا. نیم میگیره این برو چیه این اسمش پراب هست. بچه من خیلی یه باید اسلت اتفاقی شده بذار باز کنم اینجوریه یه ذره خیس شده اینو بستنش. من که راضیم. من کاغذش خیس شد. من در حال حاضر توی رژیمی هستم که هر صبحونه‌اش تخم مرغه. 3 تا تخم مرغ مثلا آب پز اینا. منم که میدونید گفتم مثلا نمیتونم مثلا اینو آب پز بخورم و اینا خیلی برام سخته. من جور در نمیاد دیگه مثلا نیمرو با حالا هر چیزی و اینا. یعنی مثلا بخواد بغلش مخلفات باشه مگه اینکه حالا خیار شوری باشه چه میدونم یا مثلا حالا هر چی. اینم بذار نشون بدم. اینم پنیر کاتجه. میذارمش رو همین وسط این تخم مرغه. همونطور که دیدین من این ولاگو براتون گرفتم ولی حالا خیلی مهیج نبود. تا جایی که تونستم جایی رفتم و اینا انجام دادم ولاگ براتون گرفتم. امیدوارم که دوستش داشته بوده باشین. تا ولاگ بعدی خداحافظ. You go up the rope ladder with both these bags. I promise you. قسمت آخره. Dave, no, no. Dave, no, please do this.